با درود فراوان. همونطوری که میدونید ما 7 چاکرا داریم و 7 کالبد یا به زبان ساده 7 بدن داریم. بدن اول ما همین بدنی هست که میبینیم، بدن فیزیکی، و مابقی بدن ها که آخریش میشه کالبد الهی. من 3 تا رو تونستم ببینم، یعنی با جسم میشه 4 تا. جسم رو درک کردم، لایه اول رو درک کردم، لایه دوم رو درک کردم، روح الهی هم دیدم، این درک کردم اینا رو. در مورد مابقی چون درکش رو نکردم هیچ نظری ندارم. بعد در مورد چاکراها قابل لمسه، چاکراها رو دونه دونه لمس کردم و شما هم بعد یک مدت که دارم توضیح میدم میتونید لمس کنید چاکراها رو. 7 چاکرایی که ما داریم، اساتید معتقد بر اینن که هر کالبدی 7 چاکرا داره، هر کالبدی. پس کلا چند تا چاکرا میشه؟ 7 ضرب در 7 میشه 49 چاکرا داریم. چاکرا چیه؟ چاکرا منبع ورود انرژی به بدنه. همونطوری که ما غذا میخوریم انرژی دریافت میکنیم، چاکراها انرژی اطراف رو، همون پرانا رو دریافت میکنن. و جالب اینه که چاکراها انرژی بیشتری از غذا دریافت میکنن. برای همین اونایی که چاکراهاشون بازه نیاز به غذا اصلا ندارن. هستن آدمایی که نیاز به غذا ندارن، هستن، روی زمین زندگی میکنن. تو همین ایران هم هستن انسان‌هایی که غذا نمیخورن چون نیاز ندارن، چون انرژیشون رو از طریق خورشید، از طریق ما، از طریق همین پرانا و انرژی که اطرافمون هست رو دریافت میکنن. چاکرا 1 در پایین ترین نقطه بدنه. چاکرای 2 تقریبا روی استخوان خاجی هست. چاکرای 3 فعلا نمیگم کجاست. چاکرای 4 همون قلبه. چاکرای 5 زیر گلوه، ریشه کنار بزنم اینجاست، این سوراخی گلو. چاکرای 6 اینجاست، دقیقا اینجا نیست، یکم بالاتر اینجا. و چاکرای 7 اینجا میشه، اون نرمی استخوان بچه هست. وقتی بچه متولد میشه استخوانش نرمه. این 7 چاکرا رو ما داریم، به این میگن چاکرای الهی. چاکرای پایینی هم میشه چاکرای ریشه. حالا دونه دونه اینا رو بررسی خواهیم کرد. بعد ما 3 تا حافظه داریم. حافظه اول جلوی مغزه، حافظه خودآگاه. حافظه بعدی حافظه پشت سر ماست، بهش میگن ناخودآگاه. و حافظه سوم حافظه‌ای که در روده هست، حالا تحقیق کنید متوجه میشید منظورم رو، بهش میگن حافظه کیهانی. هر کدوم از این حافظه‌ها به یه دردی میخورن که ما ازش میتونیم بهره بگیریم. حافظه کیهانی همونیه که توی بحث بند ناف استفاده میشه ازش. از اون حافظه کیهانی رو از اون میتونن استفاده کنن و میتونن انسان رو دوباره، حتی خود انسان رو بازیافت کنن. حالا علم پیشرفت کرده ولی خب همه رو به همه مردم نمیگن. از اون بند ناف همه کار میتونن بکنن، برای اینکه تکی از حافظه کیهانی اونجاست. و چاکرای 3 همون محدوده هست، اما نقطه‌اش رو فعلا حالا به فعلا نمیگم، حالا تا بریم جلوتر انشالله شاید خواهم گفت به شما. پس اینا چیزایی که ما باش کار داریم در حوزه انرژی که باید دونه دونه مورد بررسی قرار بگیره. اینا هر کدوم اگر بخوام مشکل ایجاد بشه انسان دچار بیماری میشه. برای همین معتقدن که اگر چاکرایی که انسان اگه بسته بشه در کمتر از 1 روز خواهد مرد. این آدم میمیره در کمتر از 1 روز. مثلا چطور میگن کبد اگه خراب بشه زیر 1 روز انسان میمیره. برای اینکه اون چاکرا انرژی رو هم باید دریافت کنه، هم انرژی مازاد رو باید دفع کنه، چون چاکراها به 2 صورت میچرخن. بعداً توضیح کاملش میدیم خدمت شما ان شاء الله. موفق باشید.